و اون کسانی که اکنون دعوا دارین که شما مرد باشین بیاین در داخل تاجیکستان حرف زنین، حکومت رحمانوف یک حکومت دموکراتی و یک حکومت سالم است. پس جوابی من از همین روز بعد همین است که اگر شما مردی رو میخواین که در مقابل شما آشکار در داخل تاجیکستان گپ زنه، برادر رحمت جان است، برادر شابدین است، برادر مقصود است، برادر احسان است و ده ها و صدها برادرای دیگه که امروز از زندان است. یعنی شما اون حقی را ندارین و اون دعوای کردن نمیتونین که شما بیاین در داخل تاجیکستان گپ زنین یا که اروپا رفتین به گپ زدین. برادر احمد جان میتونید همون سفری کرد، اومد در آلمان میستاد، در شویتزار میستاد، در اتریش میستاد، در فرانسه، در هلند، در فنلاند، در هر کشوری که میخواست انتخاب میکرد، ویزا داشت، زندگی میکرد. البته راهی که ما و شما انتخاب کردیم راه سیاست، راه مبارزه در مقابل یک حکومت ظالم که تمام خب امکانیت ها را دارد، مبلغ پیدا کرده میتوند، قاتل پیدا کرده میتوند، خب با پول های گران میتوند که طرف ها را خریداری کنه، میتونه قماندان ها و گنرال ها و دپوتات ها و سود اجرایی و دیگر چیزها را البته در خارج خریده میتونه و میتونه ما و شما را به شهادت برسونه، ما و شما را زندان بکنه، ما و شما را به آبرو بکنه و یعنی که از بین ببره و ده ها مثال های دیگر ما میتونم آوردم. و در برابر همه این ظلم، همه این شکنجه، همه این تحقیر و تهمت و دشنام و قتل و زندان و به نشان شدن، باز هم یک گروه است که راه ها ادامه میتید و پیش می رود. از حاجی عمر قوتف شادروان روی شان شاد باشه شروع کرده تا برادر مقصود، تا برادر شابدین بدلوف، تا برادر احسان آدینایوف و تا دیگر البته برادرانی که امروز روانه زندان شدن و به نام نشان شدن، ده ها کس دیگر. و زیر برادر میخوام صحبت کنیم که 18 می سال روان مسئول گروه 24 در فدراسیون روسیه برادر رحمت جان محمود جان از طرف افراد نامعلوم دزدیده شد و به تاجیکستان روان کرده شد. البته در همون شب روز شتاب آماده کرده شد، مکتوب های وکیل انتخاب کرده شد و مکتوب های چندین مکتوب های به حکومت روسیه، به وزارت کارهای داخلی و دیگر سمت ها بخشایی که از روان کرده شد. و بالاخره 17 می از نام وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه در پاسخ با دستگاه اجرایی پرزیدنت 10 ایول از نام صدرریاست وزارت کارهای داخلی در شهر مسکو در جواب به دخالت وکیل دفاع جواب آمد که برادر رحمت جان محمود جان الکی از قلمرو روسیه بیرون شده است و دیگر جواب ندادند چگونه که این کار کرد، طرف کی بود که و هاکذا. و بالاخره ای برادر از میدان سیاست از بین ما و شما جان جوانش قربان کرد و امروز در داخل تاجیکستان قرار دارد. خب و بالاخره هفته قبل برادر رحمت جان محمود جان با 20 سال زندان، 20 سال عمر خود را به زندان داد. 20 سال روانه زندان شد با اسناد و با ماده ها و با حرفای بی اساس، بی دلیل و واقعا بار دیگر ما گفتیم که حکومت رحمان و سیاست یک سیاست مریض، یک سیاست کثیف، یک سیاست پلید است. و اون کسانی که اکنون دعوا دارین که شما مرد باشین بیاین در داخل تاجیکستان حرف زنین، حکومت رحمانوف یک حکومت دموکراتی و یک حکومت سالم است. پس جوابی من از همین روز بعد همین است که اگر شما مردی رو میخواین که در مقابل شما آشکار در داخل تاجیکستان گپ زنه، برادر رحمت جان است، برادر شابدین است، برادر مقصود است، برادر احسان است و ده ها و صدها برادرای دیگه که امروز از زندان است. و هیچ یک دیگر ما خواهش میکنم از این حرفای بی اساس و حرفای پوچ و بی معنیتون نبروین درجه سری مردم گیج نکنید که شما اگر از دور گبده بیاد داخل وطن گبدین. مرحمت کنید. بجز از حرف زدن برادر رحمت جان
هیچ یک عمل جنایی صادر نکرده است. شهروند روسیه بود. هیچ یک عمل جنایتی انجام نداده است که او روانه 20 سال زندان باشه. از این برادر زیادتر بچهای رحمانوف، بچهای عموی رحمانوف، بچهای عمکی رحمانوف و خود رحمانوف که رسا 20 سپتامبر سال 2011 خیانتی که بالای این ملت کرد، از این دیده زیادتر جنایت کرده است که باید نه اینکه 20 سال بلکه 200 سال باید روانه زندان شود. اگر ما واقعا قانون را نگاه بکنیم، عدالت را نگاه کنیم که اگر حرفی برادر احمد جان، اگر دعوای برادر احمد جان جنایت به دست و 20 سال روانه زندان شده است، پس اگر ما جنایت های رحمانوف که امضای او قرار او است و هر یک عضو پارلمان که در این نهاد بدند و امضا گذاشتند و یعنی که رأی خود را دادند، آنها نیز باید 200 سال روانه زندان شوند. 200 سال. میفهمین؟ یعنی البته برادر احمد جان برای شما بار دیگر شاید کسایی که نمیدونید مسئول گروه 24 در فدراسیون روسیه بود. ان شاء الله با امید آزادی برادر احمد جان کوشش میکنیم، مبارزه میبریم. البته که راه دشوار بود، راه همین بود. برادر میتونست که بیاید در اروپا آمده بود. شخصا خودی بنده در پارچه همراهش بودیم، خودی آلمان آمده بود، در اونجا همراهش بودیم. یعنی باز بالاخره برگشت طرف روسیه. یعنی پس شما دعوای شما سر است که اگر شما همگی اروپا رفتین، اگر هر کسی که اروپا آمد برنامه حرکت بود اروپا آمد و از هیچ یک شما نمیپرسه که ما چرا آمدیم و هیچ یک شما حقی هم نداره که ما را بپرسین. یک حرکت است، یک نظام است، خودش برنامه ریزی میکنه، تصمیم میگیره که کی باید در کجا باشه و چی گونه. و کسی که اگر دعواتون سری است مرحمت کنید، مسئول گروه در فدراسیون روسیه بود، از اونجا دزدیده شد. با او خاطر یعنی شما اون حقی را ندارین و اون دعوای کردن نمیتونین که شما بیاین در داخل تاجیکستان گپ بزنین یا که اروپا رفتین به گپ زدین. برادر احمد جان میتونید همون سفری کرد، اومد در آلمان میستاد، در شویتزار میستاد، در اتریش میستاد، در فرانسه، در هلند، در فنلاند، در هر کشوری که میخواست انتخاب میکرد، ویزا داشت، زندگی میکرد. ولی برگشت رفت چون مسئولیت داشت، چون برنامه حرکت این بود که تو به خاطر یک نشست میبینی اینجا، نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا. خود دیگه از زیاد صحبت بالا این دوام نمیکنیم. با امید دیدار و با امید آزادی برادر احمد جان ما مبارزه میبریم حتما و ما امیدوار هستیم که روز میشود که درهای زندان با دستهای خود میکنیم، درهای زندان تمام مردم میره، درهای زندان ها را میکنه و این برادر را پیشواز میگیره و حتما لااقل مردم تاجیکستان در یک دیوار، در یک اتاق، در یک برگه، در یک صفحه نام از این نفران هست من نوشته می شود. اگر زنده باشه یا که زنده باشیم، دیدار با امید دیدار و با امید آزادی مردم تاجیکستان و در عموم با امید تمام زندانی های سیاسی مبارزه خواهیم برد.